سلام، این کمپر ایویکو دیلی هستش، مدل 86. ماشین ایتالیایی هستش و کامل امکانات یه خونه مجزا رو داره. کولر درجا، بخاری درجا، میز تختشو، 2 تا تخت یه نفره داره، کابین سرویس بهداشتی و حمام داره و یه تخت 3 نفره هم این بالاش داره. کابین حمام و دستشویی هستش. دو تا تخت یه نفرشه. خواهین این هم یخچال ماشین هستش. 12 فوت کمپریه. فریزر داره و یخچال. این هم که تخت 3 نفرش هستش. 6 نفر. بله. نه، 3 نفر روی تخت میخوابن، 2 تا یه نفر هم اون پشت، 1 نفر روی میز میخوابه، 2 نفر هم کف ماشین میخوابن. این میز کلا برداشته میشه، این صندلی و این میزه میاد روی اون یکی، تشک رو پهن میکنیم و میخوابیم. 6 نفر. بله. سینکمون هستش. بله. اینم که گاز 2 شعله کمپریه. کمد ماشینه دیگه، ظرف و ظروف و دستمالای ماشین و قابلمه ها. اینجا هم که کمد حبوبات و مواد غذاییه، چای و قهوه و دمنوش و این کابین راه داره به جلو. در حین حرکت کسانی که جلو نشستن میتونن بیان از فضای عقب استفاده کنن و اونایی که دیگه عقب نشسته بودن میتونن جاشون رو با هم دیگه عوض کنن و راننده هم که در حال حرکت به مقصد هستش. 4 نفر اینجا میتونن بشینن. بله. بله. این ماشین ایویکو دیلیه، ساخت کشور ایتالیا. مجموعاً 6 نفر میتونن از این کمپر استفاده کنن. از این صورت میتونید شما این ماشین رو خریداری کنید که خود کله ماشین رو به اصطلاح کشنده ماشین رو خریداری میکنید و میدید به دوستانی که ماشین رو تجهیز میکنن، براتون اتاق میسازن، فضای داخلی رو طراحی میکنن و بهتون تحویل میدن. چند نفر از دوستان هستن که ماشین رو طراحی میکنن و تجهیزش میکنن. این ماشین حدوداً قیمتش 5 تومن هستش، مدل 86، آخرین مدل ایویکو دیلی هستش. ببینید کشنده خود ماشین رو میتونن از بازار آزاد خریداری کنن و اتاق پشتش رو که کمپر میشه رو دوستانی که تجهیز میکنن براشون درست میکنن و میتونن از ماشین استفاده کنن و سفر کنن. تجهیز آماده شدهش هم هست؟ آماده شدهش هم نه، آماده شدهش نیست. شما فقط کشنده رو خریداری میکنید، ماشین رو پیش دوستانی که تجهیز میکنن، ماشینتون رو کمپرش رو تحویل میگیرید. قیمتشون حدوداً برای تجهیز ماشین چون قیمت‌های مختلفی داره. خود کشنده مثلا 1,700-800 تومان خود کشنده هستش. 2 تا 2,500 هم هزینه کمپر و ساخت اتاق و تجهیزات میشه.
قسطی فقط خود کشنده‌هایی که صفر هستش از طریق شرکتشون میتونید قسطی بخرید. کمپرش رو نمیتونید در طرف کانون جهانگردی. بله بله بله. و حمام هستش. اون زیرم که ماشین لباسشوییه. بله بله. این قسمت روشویی رو از زیرش بلند میکنیم، اون زیر ماشین لباسشوییه. بله. قسمت سوپرمارکته که مواد غذاییمون رو می‌بریم. بله بله. کشویی میاد بیرون. کشویی میاد بیرون. مواد غذایی داخل این قسمت‌ها جایگزاری می‌کنه. این قسمتش هم که خوراکی و دستمال کاغذیامون رو می‌ذاریم دیگه. قسمت یخچال هم داره. یخ. داخل فریزر می‌ذاریم. این در یخچالمونه. مواد غذاییمون رو، گوشت و مرغ و ماهیامون رو می‌ذاریم طبقه اول. آب و نوشیدنی‌هایی که نیاز به یخ زدن داره رو می‌ذاریم طبقه دوم. یخچال هم باز. یخچال سایزشون میتونن بهتر خودشون باشه. بله بله بله. سایز مختلف داره. مدل یخچالی هم که دوست داشته باشن میتونن. ببینید مدل ایسکول یخچال کمپری هستش. اکثر کمپرها یخچال ایسکول رو میذارن برای کمپریشون. مدل‌های مختلف داره، از یخچالی صندوقی داره تا 12 فوت که آخرین مدلشه دیگه. گاز دو شعله هستش که با کپسول پیکنیک بیرون ماشین هستش که ما راحت بتونیم از گازش استفاده کنیم. کپسول بیرون ماشین. بله بله. کلا بیرون ماشین قرار میشه. بله بله. یه باکس اختصاصی داره که کپسول قشنگ با شیلن کشیش. بله بله. این قسمت هستش که باکس اختصاصی داره. پیل و مایتابه آتیشی، کپسوله که وصل به گاز. بله بله. وسایل پخت سرد اصلا مخصوص این. چه داخل چه بیرون استفاده می‌کنه. بله بله. بله بله. اصلا گاز جدا داره. گاز جدا داره که استفاده بیرون ماشین انجام میده. بله بله. این پنجره‌ها که دو تا قسمت شده که تخته توی ماشین بودش دیگه، نمیدونم دقت کردید یا نه. پنجره میاد بیرون، بازشدش اون طرف هستش. این پنجره داخل حمام هستش، مشاهده کردید. این پنجره هم درش نصف باز میشه دیگه ولی کامل میره بالا. بله بله بله. اکرامی هستم. خواهش کنم در خدمتتون هستم. خداحافظ شما.